شرایط سانیتری اینجا جوابگو نیست. برای شستشوی دست یا که دیگر و با آب تامین نشدن. از روی قاعده معیارهای سانیتری حجم بنا موافقت نمیکند. برای بی‌ضرر کردن اسباب‌های کاری شرایط ندارد. با همین سبب مقامات بهداشتی در دوشنبه چندین سرتراشخانه را بستند. بعضی از سرتراشان اعتراف میکنند که شرایط جای کارشان مطابق با معیارهای بهداشتی نیست. موافق نیستن که اصلاح میکنیم. ریمون میکنیم، توزیع میکنیم. حاضرش من نبود. خلار خیلی داشتیم. اکنون میگیریم همونجا وای میکنیم. نه تنها در سرتراشخانه ها بلکه چندین کاشانه حسن و دندان پزشکی ها را هم مهر زدند. سبب این اقدام را پیشگیری از احتمال پنهان شدن بیماری های سرایتی به مثل زردپروین ویروس نورسایی مسمومیت بدن مینامند که با واسطه ابزار طبی و سرتراشی هم میگذرد. از جمله 15 عدد سنجش ها در کاشانه های حسن، در سرتراشخانه ها، در حجره های استوماتولوژی گذرانده شده. 9 عدد کاشانه حسن، سرتراشخانه ها، 4 عدد حجره استوماتولوژی با سبب رعایت نکردن طلبات های مقرر گردیده فعالیت آنها بازداشت کرده شد. اما هنگام سنجش دندان پزشک‌ها میگفتند که تمام شرایط بهداشتی را رعایت میکنند. یکی از کارافتادگان آنها با گفته این طبیبان باور ندارد. میگوید بعد معالجه دندانش با زردپروین گرفتار شد. وقتی که دندان درد میشن میرم به همین استوماتولوژی با همین اسبابای افلاسشان حتی پریچتکی هم پوشیدگی نبودن، یگام چی هم استفاده نبودن، دندانی من کندن به همین چشون اپاراتشون. من در همین کسل گیپاتیتا گذراندم. من نفهمیدم. بعدی 2014 شوهری من هم دندان کردن و یا گذاشتن ای دنیا رفتن ایسا به همین کسل گیپاتیت. این حاضر منم همین کسل دا گرفتار شدگی. وزارت تندرستی میگوید سال 2017 4 نفر شکایت کردند که هنگام معالجه دندان با زردپروین گرفتار شدند. گذشته از این در میان هزاران گرفتار بیماری ویروس نورسایی مسمومیت بدن در تاجیکستان صدها نفری است که ظاهرا یا در سرتراشی یا چنین جایهای دیگر با بیماری آلوده شده اند. تفتیش در این مؤسسه ها بعد آن شروع شد که هفته پیش رئیس جمهور امامعلی رحمان فعالیت دندان پزشک‌ها و سرتراشخانه و کاشانه های حسن را تنقید کرد. بعد این هم مقامات دست و آستین برزدند و سنجش این گونه نقطه ها را تقویت دادند.